پروردگار در روز قیامت به اندازه غضب میگیره که هرگز نه قبل از اون نه بعد از اون دیگه غضب نگرفته. هیچی. اونمو ذات با اونمو قدر قدرت و عظمتش در این روز بسیار غضب میگیره. هیچ کسی نمیتونه کوچکترین حرکتی از خود نشون بده. و انسان ها در یک بی سرنوشتی عجیبی غرقن. مردم جمع میشه پیش انبیا علیهم السلام، پیش آدم میرن که از پروردگار بخوای که حداقل می حساب کتاب ما رو شروع بکنه، از این بی سرنوشتی خلاص شویم. پروردگار به خاطری که بی نهایت غضب گرفته جرأت نمیکنه آدم علیه السلام به عنوان اولین بشر، به عنوان اولین انسان، به عنوان اولین نبی با پروردگار این گپ را پیش بکنه. مردم پیش ابراهیم، پیش نوح مراجعه میکنه. نوح علیه السلام به عنوان اولین رسول در میان بشریت و به عنوان یکی از بزرگترین پیامبران اولو العزم الهی جرأت نمیکنه که چیزی بگه. پیش ابراهیم میآید. ابراهیمی که الله او را خلیل خود گرفته. ابراهیم علیه السلام با اینمی صفتش نمیتونه در مقابل از الله تبارک و تعالی استاد شود و از الله مطالبه شروع محاسبه بشریت را بکنه. میگه نمیتونه. پیش موسی میره نمیتونه. پیش عیسی علیه السلام نمیگه نمیتونه. پس این غیر المغضوب علیهم، غضب الله چیز کوچکی نیست که انسان بتونه ازش فرار بکنه، انسان نادیده بگیرش. غیر المغضوب علیهم، اون غضبی که انسان از اون نجات نمییابه، قسم به الله از نجات نمییابه و پشیمانی سودی بر انسان نمیده و راه نجات نداره و راه بازگشتی هم نداره. آرزوی مرگ را میکنی، مرگ به طراقت نمیآید. پس این غضب چیز کوچکی نیست وقتی میگی غیر المغضوب علیهم.